سلام به همگی، با کانال خبرخیز در خدمت شما هستیم. ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید. اومدیم با یک خبر خوب. خبرها حاکی از اونه که یک مزدور سپاهی و یک جوجه بسیجی به اسم محمد عقیقی که شروع کرده بود توی خیابونای تهران به زنان تعرض کردن و بد و بیراه گفتن و بعضی مواقع حتی تعرض فیزیکی کردن، توسط مردم شناسایی شده و آدرس خونش رو توی فضای مجازی گذاشتن که مردم حساب این حرومزاده را برسن. خبرها حاکی از اونه که محمد عقیقی پوفیوز، این مزدور و مفتخور حکومت، توسط مردم خنثی شد. عکساش هم توی فضای مجازی پخش کردن تا برسه به دست این جوجه بسیجی‌ها و لباس شخصی های مفتخور و حرومزاده که حواسشون باشه پاشون رو از گلیمشون درازتر نکنن. ارتش اسرائیل اعلام کرد که با حمایت گسترده لوجستیکی و صدها هزار نیروی ذخیره در حال آماده شدن برای طیف گسترده‌ای از عملیات تهاجمیه. این عملیات میتونه شامل حملات ترکیبی و هماهنگ از هوا، دریا و زمین باشه. این در حالیه که ارتش اسرائیل در روزهای اخیر در جنگ با ستیزه‌جویان حماس در مناطق اطراف نوار غزه بوده. در بیانیه نیروهای دفاعی اسرائیل اومده که سربازا با شجاعت و عزم راسخ کنترل مناطق و پست‌های نظامی اسرائیل رو به دست گرفتن، مجروح‌ها رو تخلیه کردن و سلاح‌های مورد استفاده جنایتکارها رو ضبط کردن. ارتش اسرائیل در این بیانیه از تشکیل مراکز تدارکاتی پیشرو خبر داد که به سرعت تجهیزات و ادوات پیشرفته مورد نیاز برای واحدهای رزمی رو تأمین کنند. ارتش اسرائیل تو بیانیه خود بر افزایش توان عملیاتی با تاکید بر عملیات زمینی چشمگیر و آمادگی برای مرحله بعدی در جنگ تاکید کرده. در همین حال هانگبی، رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل، هدف اسرائیل از جنگ کنونی رو خاتمه دادن به کنترل سیاسی و نظامی شبه نظامیان حماس بر نوار غزه اعلام کرده. به گزارش تایمز اسرائیل، رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل از ارائه جزئیات درباره گام‌های بعدی اسرائیل برای تعیین آینده نوار غزه خودداری کرد. این مقام امنیتی اسرائیل با اشاره به بیانیه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که دولت این کشور در نشست اخیر کابینه‌اش طرح نابودی حماس را تایید کرده. سخنگوی ارتش اسرائیل توی مصاحبه اختصاصیش تمرکز جنگ کنونی این کشور رو نابودی و از بین بردن توانایی نظامی حماس و زیرساخت‌های نظامی اونها در غزه اعلام کرده. سازمان بین‌المللی پزشکان بدون مرز هم با اشاره به اولتیماتوم اسرائیل به مردم غزه برای خروج از این باریکه از مقامات این کشور خواسته انسانیت رو در اولویت خودشون قرار بدن. این گروه از پزشکان با ابراز نگرانی از سرنوشت بیماران، کادر پزشکی، مجروحان و سالخوردگان برای خروج از غزه، خواستار ایجاد مناطق امن در شمال و آتشبس دوره‌ای برای ترک امن غزه از سوی فلسطینیان شدند. سازمان پزشکان بدون مرز در بیانیه اضافه کرد از اونجایی که ارتش اسرائیل به مدت یک هفته بدون محدودیت نوار غزه رو بمباران میکنه، ما خواهان نشون دادن ابتدایی ترین انسانیت هستیم و اعلام میکنیم که دستور انتقال نزدیک به 1 میلیون نفر در عرض چند ساعت به سرزمین پرجمعیت با دسترسی نامطمئن به غذا و آب و مراقبت‌های پزشکی غیر قابل تحمل و نشدنیه. مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، گفت وضعیت انسانی بحرانی در غزه غیر قابل تحمله. در این منطقه برق، آب یا سوخت وجود نداره و مواد غذایی رو به اتمامه. ما از تمام کشورهای دارای قدرت خواست تا از نفوذ خود برای اطمینان از احترام به قوانین جنگ و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها استفاده و از غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی محافظت کنند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد هم خواستار آتشبس فوری و دسترسی ساکنان نوار غزه به کمک‌های بشردوستانه شد. در پی حملات مرگبار شنبه گذشته گروه حماس به مردم اسرائیل و از بین رفتن هزاران غیر نظامی در این کشور، مقامات اسرائیل بر نابودی کامل این گروه جنایتکار تاکید کردند و از غیر نظامیان ساکنان غزه خواستند تا برای در امان بودن از جنگ و آثار ناشی از حملات به حماس هر چه زودتر این منطقه را تخلیه کنند. اسرائیل و بسیاری از دولتمردان و نهادهای بین‌المللی میگویند گروه حماس از غیر نظامیان غزه به عنوان سپر انسانی سوء استفاده میکنه. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید. زن، زندگی، آزادی.